سلام بچه ها، نیا با میا با یه شکل جدید. مهم نیست شکل من چجوری باشه، مهم اینه که شما از حرفایی که میزنم خوشتون بیاد. بچه ها 4 تا فیلسوف بسیار مهم وجود دارن که میخوام در موردشون براتون صحبت کنم. اولش هست اسمش فیثاغورس یا بهش میگن پایتاگورس. فیثاغورس در از ریاضیدان بوده و میگن کلمه فیلسوفی، علاقه به دانش، فلسفه رو ایشون شکل داده بهش. همینطور به کلمه یونیورس یا جهان ادبی و یه سری مفاهیمی مثل توان 2، توان 3، مفاهیم منطقی مثل استنتاج، استقرا، تمثیل، اینا توسط فیثاغورس شکل گرفته. شاگرد فیثاغورس اسمش بوده سقراط، ساکراتس. سقراط همون کسی بوده که جام شوکران رو سر کشیده، چون ضد تقدس بوده و خردگرا بوده. زمانش دوستش نداشتن، بهش گفتن تو باعث گمراهی جوانا میشی و بهش گفتن تو باید جام شوکران رو بنوشی. شاگرد ایشون اسمش افلاطون بوده یا پلیتو. پلیتو همون کسی است که کلمه اکادمی ما ازش داریم. یک باغی بوده و شاگرداش اونجا بهشون درس میداده به نام اکادمی. یه چیز دیگه هم که در موردش هست به اسم تمثیل غار. اینا حتما خودتون چک کنید. تمثیل غار یه بحث فلسفی بسیار جالبه، خوشتون میاد. تمثیل غار حتما چکش کنید. نفر آخر که باز شاگرد افلاطون بوده اسمش هست ارسطو، اریستوتل. ارسطو معلم اسکندر مقدونی هم بوده راستی، و یه سری چیزای جالب مثل عناصر چهارگانه آب و آتش و خاک و این رو چیزا، یا زمین مرکز جهان هست و 7 آسمان روش هست. این مفاهیمی که بعداً وارد حتی کتابای آسمانی مثل قرآن شده بر اساس دانش ارسطو شکل گرفته. گفتم شاید این 4 تا فیلسوف یونانی براتون دونستن در موردشون جالب باشه که همشون هم شاگردای هم دیگه، استادای هم شاگردای هم بودن. تا بعد، نیا با میا، بای بای.